آیه دکتر بزن بهادر خیلی حق به گردن برنامه 4 استراتژی، همچنین خیلی حق به گردن نظام الهیمون دارن و من به ایشون حق میدم که برای شرکت تو برنامه تاخچه بالا بذارن و بگن شرکت نمیکنم. چرا؟ چون که میگن نه مقام عظما و نه مسئولین نظام راهنمودهای استراتژیک ایشونو گوش نمیکنن و اهمیت نمیدن. آیه دکتر مگه کسی به راهنمودهای مقام عظما گوش میده که به راهنمودهای شما اهمیت بده؟ یه نفر هست، فقط یه نفر هست که حاضر راهنمودهای شما رو به کار بگیره، اونم این مجری حقیره که خیلی اراده داره بهت، چون که معرفت استراتژیکی داری، چه سر چهار را چه تو بنبست. آیه دکتر بفرمایید بشین. چی بفرما بینشی؟ فکر کردی من بلند شدم مثلا احترام تو بجا بیارم؟ دارم بلند میشم با صندلی بکوبم تو فرق کلت. داکس از قدیم گفتم ماشینی رو که روشن نمیشه بزن اوراقش کن. ناکس چرا هر وقت کلید موفقیت گیر میارم یکی قفلش رو عوض میکنه؟ چی گفتی اینجا؟ من نبودم. عرض کردم که شما کلید موفقیت‌های استراتژیکی نظام هستید. البته خودتی، ولی بنداز تو جاده سوالات ببینم چه کار میکنی. آیه دکتر یه راه وجود داشت که این بلا تو انتخابات سر نظام نیاد و نظام مثل کرباس پوسیده 100 تیکه و پاره نشه. مقام عظما باید خیلی قوی‌تر عمل میکردن. وقتی نصایح پدرانه ایشون اثر نمیکرد باید یه خورناس میکشیدن تا بقیه حساب ببرن. آیه دکتر گرم بلند میشه قوی‌تر عمل میکردن. آدم باید قوی‌تر باشه تا قوی‌تر عمل بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بده، میفهمودن که یارو تو آشپزخونه‌اش یک مارمولک دید، سریع حشره‌کش رو برداشت زد بهش. مارمولک برگشت یه پوزخندی زد گفت دایی بیا یه کمی اینجا بزن. یعنی شما روشن شد یا همچین بزنم؟ روشن شد آیه دکتر. یعنی شما میگین ایشون تلاش خودشونو کردن. تلاش چیه؟ میخوام بهت بگم اگه یه ورزشی به اسم سگدو تو مسابقات المپیک بود حتما ایشون میتونستن خودی نشون بدن، الان یه مدال از گردنشون آویزون. آیه دکتر من بحث رو عوض میکنم تا بیشتر به مقام عظما توهین نشده و از مارمولک بدتر بهشون نگفتین. بریم سر بحث اتمی. اعلام این که حاضریم سر اتمی مذاکره کنیم گام به جلو بود یا عقب؟ از موضع قدرت بود یا ضعف؟ همین که سوال میکنی معلومه از موضع قدرت بود یا ضعف. تا حالا دیدی یکی که تو دعوا زده طرفو دراز کرده بپرسه ببخشید من الان طرفو زدم یا خوردم؟ هر وقت دیدی گیجی نمیدونی چی شده بدون که محکم خورده تو پک و پوست. حکایت همون بکسوره است. به داور گفت آقای داور به این حریف من بگو گردن درازی میکنی زبون کلوف. داوره گفت آمبولانس بیا ببرش اورژانسی اوضاعش قاطی کرده. دکتر چرا پیشنهاد مذاکره اتمی ما رو قبول نمیکنن؟ چرا به حرفمون اعتماد نمیکنن؟ توی دنیای استراتژی این نامردی محض والله. آره با دکترین اتر و آدامس آهای کجاش اتر داره قربونت برم. بابا ساکت بشین کنار دست دارن میکشن ما رو. اتر و آدامس که میگم یه چیز دیگه از نه اینه که تو ازش میفهمی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که توصیه من به همه پدر و مادرها اینه که هر وقت بچه‌تون اومد خونه عطر زده بود آدامس هم میجوید ازش دیگه نپرسید سیگار کشیدی یا نه، مستقیم بزنی زیر گوشش تا برق از کلش بپره. روشن شد یا همچی بزنم که برق از نزن دکتر. اگه هدف فهموندن بود فهمیدم، اگه هدف تولید برق داشتین فیوز پروندم جون تو. ولی آیه دکتر درسته که تو خود مذاکرات محلی بهمون نمیذارن چیزی بهمون نمیماسه، ولی تو حاشیه‌اش که میتونیم دو سه تا آدمو دور و بری و یه صحبتی بکنیم شاید یه چیزی به دست بیاریم و فرجی حاصل بشه. حاشیه مذاکرات رو میخوام چیکار؟ اونا رو که خودمون میتونستیم تلفن رو برداریم زنگ بزنیم باهاشون صحبت کنیم. دوباره رفتیم تو دکترین نون تافتون این دفعه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض می‌کردم بله میفهمودن که مشنگه زنگ زد به رادیو گفت برنامه زنده است. گفتن بله. گفتش که الان صدای من داره پخش میشه. گفتن آره دیگه. گفت حتی تو نونوایی؟ گفتن آره. گفت اصغر نون نخر ننت خریده. روشن شد یا همچی بزنم که تو نونوایی یادت بره برای چی اومده بودی. آیه دکتر سوال پایان درخواست ارائه یک تصویر 6 درچار استراتژیک از نظام بعد از انتخابات. خلاصه‌شو بهت بگم نمیخواد اینقدر بپیچونی. دیدی بعضی وقتا یکی صحنه رو میچینه که همه چی خوب پیش بره و مثل خر کیف کنه ولی همه چی خراب میشه و طرف عین سگ پشیمون میشه. دیدی اینو یا نه؟ آیه دکتر شما
2 تا مسیر جلو مقام عظما میذارین که هر دو ختم میشه به باغوش. کدوم چرا باغوش تهمت میزنی؟ چرا تهمت میزنی تو؟ خر زبون بسته رو تو میکشی به باغوش، سگ با وفا جاش تو باغوشه. چرا محیط طویله رو با محیط باغوش قاطی میکنی؟ آیه دکتر من نگفتم نگو باغوش که به جاش بگی طویله قربونت برم. من چه نگفتم؟ طویله که از باغوش بدتره قربونت برم. تو دو تا بردار بریم تو هم باغوش